آیا به خاطر هجرت برای الله فقیر شدی؟ آیا به خاطر دین الله از خانه تو را کشیدن؟ چرا کسی که برای دین الله خدمت کنه او را در خانهش آرام نمیماند. آیا به خاطر دین الله مالت چور شده؟ خبر داری که الله نازل شده؟ تو آیا یک انسان لعنتی را دوستت میگیری؟ مثلا در یک جای دکسل درس میخوانی، یک سلفیت است که خوب لطام خورده و بیابام شده و لچک هم است، مشهور هم است، تو میری که از دوستی میکنی؟ میری که یک شاگرد خوبه که اول نمره صنف از دوم نمره است، با اخلاق است، تو میری دوستت میگیری. اما اگر رفتی یک دونه لوده لچک و لندقه را گرفتی که پیش روان است، بدماش است، تو هم از پشتش میری بس لوده هستی. الله متعال میگه که اینمی کافرها که بدماشا هستن، لچکا هستن، بد اخلاقا هستن، لعنت شدگی ها هستن. لا تتخذوا نگیرین الیهود یهود را و النصارى و نصانی ها را چی نگیرین؟ اولیاء دوستایتان نگیرین. چرا؟ بعضهم اولیاء و بعضی از اینا بعض دوستای بعضی دیگه هستن. یهود دوست نصارا، نصارا دوست یهود است. دوستی هم چندان ندارن. اسرائیل دوست ازیا هست. این نمیاره که سعی کنی بازم بین خودم یک حالت است که کتشان بشینی اما دلت از زندگی سیاه میشه. و ما یتولهم، و هر کسی که به امر از اینا دوستی بکند منکم از شما، اگر باز از شما. حالا یک کسی میگه خب مثلا من رفتم که یهود و نصارا و که کفار از دوستی کردم، خوب کتشان صداقت دارم، بسیار خوشم میآیند. الله متعال میگه و ما یتولهم، اگر باز کسی از شما دوستی بکند منکم از شما، فانه منهم، باز میگه او هم در جمله از اونها هست. پیش الله باز کلشان یک جای. دوستای امریکایا برین کت امریکایا، دوستای جورج بوش برین کت جورج بوش، دوستای یهود برین کت یهود. باز اونجا باز میفهمی که اوه ما هم در جمله هستم. ان الله یقینا که الله متعال لا یهدی القوم الظالمین، هدایت نمیکنه قوم الظالمین. فطر الذين في قلوبهم مرض، فطر پس میبینی ای رسول الله صلی الله علیه و الذين کسانی را که فی قلوبهم در قلبهایشان مرض است، یسارعون عجله میکنن فیهم در بسوی ایشان، کسایی که قلب مریض دارن. باز امیاره که سل کنی یاد که طرف همی کفار دیگه تو به سرعت میدوند که الان زود بدوین. یقولون ام نخشى ان تصیبنا، باز که برشان بگی او برادر تو هم رفتی که تو کافر استاد شدی، باز میگه والا به خاطر هزی کدام ضرر بر ما نرسه است که الله متعال در قرآن کل گپا رو میگه. خب این قرآن که بخوان همین کل گپای منافقا و بیدینا رو تو رسوایشان میکنه. الله متعال میگه بازی کسایی که به طرف کفار بسیار به سرعت میدوند، بازی یقولون باز چی میگن؟ میگوین نخشا، میگه ما میترسیم ان تصیبنا که برسد بر ما دائره کدام حادثه بدی نشه که باز ما را بندی نکنن، ما را باز کدام مشکل نپرتن، ما را در زندان نپرتن، بگرام نبره. فعسى الله، پس نزدیک است که الله متعال ان یأتی بالفتح، که بیاورد پیروزی را برای مسلمانان، او امر من عنده، یا کدام امور دیگه که الله متعال را آماده بسازد از جانب خود، یک عذاب سرشان نازل بکنه. فیصبحوا، باز بگردن علی ما اصروا، از به آن چیزی که اینا پنهان کردن فی انفسهم در نفسای خود، نادمین. بازم کفر شرک نفاق خود باز پشیمان شدن. ولا ما فعلا منافقت میکردیم و دروغ میگفتیم، این خود تکت شدیم، در بدر شدیم. و یقول الذین آمنوا، و میگن کسان که ایمان آورده اند، اها اولاء الذین اقسموا بالله، آیا همین مردم ها کسانی هستند که قسم یاد کردن به الله، جهد ایمانهم، که اینا چی کردن؟ قسم یاد کردن به الله با قسم های بسیار. جهد ایمانهم چی معنی؟ یعنی بسیار قسم های قوی و زیاد. یا چی میگفتن؟ قسم میخوردن که انهم لمعکم، که اینا امرای شما هستن. قسم میخوردن که مسلمانان ما که شما هستیم. الله متعال میگه حبطت اعمالهم، نابود شد تمام اعمال از این منافقای دروغگوی که در زبان یک چیز میگن در قلب دیگه چیز دارن. فاصبحوا، پس گشتن اینا خاسرین، خسارت کننده ها. یا ایها الذین آمنوا، مسلمان ها را میترسانه که شما احتیاط کنین که متاثر به یا شوین مرتد میشین. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، من یرتد، هر کسی از شما که مرتد شود منکم از شما، عن دینه، از دینش، فسوف یأتی الله، پس الله متعال می آورد به قوم دیگه را که یحبهم، که الله را دوست می داشته باشند، و یحبهم، که الله اونا را دوست می باشند، و یحبونه، و اونها الله را دوست می داشته باشند. شما را نابود میکنه و از بین میبره و به عوض شما ات یک قومی را میاره که باز اونا الله را دوست داره و الله اونا را دوست داره. ات مسلمانای واقعی را میاره. اذلة علی المؤمنین، باز این مردم ها چی صفت می داشته باشند؟ که اینا بسیار نرم دل می باشند با مسلمان ها. اعزة علی الکافرین، که بسیار سخت و تند می باشند، با عزت می باشند. علی الکافرین، بالای
کافر در ارزش نمیتن. یجاهدون فی سبیل الله، اینا کسایی میباشن که جهاد میگن در راه الله، ولا یخافون، و اونا خوف نمیکند لومت الله من، از ملامتی هیچ ملامت کننده. باز اونا کسایی که باز